فصل سوم. بعد از چرخ، پلی استیشن بهترین اختراع بشره. از زمان به وجود اومدن اون من بارسلونا رو انتخاب میکردم، غیر از اوایل دورانی که تازه به میلان رفته بودم. نمیتونم دقیقاً بگم که طی چند سال گذشته چند بازی مجازی انجام دادم، ولی اگر بخوام یه چیز تقریبی بگم باید 40 برابر بازی‌های واقعی باشه. پیرلو مقابل نستا، یه دوئل کلاسیک توی روزهای میلانلو. زود از خواب بیدار میشدیم تا ساعت 9 صبحانه رو خورده باشیم و طرف اتاق میدویدیم. بعدش زمان تمرین بود. بعد از تمرین سراغ بازی فیفا برمیگشتیم و تا 4 بعد از ظهر بازی میکردیم. بازی‌های رو در روی ما آدرنالین خالص بود. من بارسلونا رو انتخاب میکردم، ساندرا هم همینطور. بارسا مقابل بارسا. اولین بازیکنی که انتخاب میکردم سریع‌ترین اونها بود، ساموئل اتو. با این حال باز هم بیشتر اوقات میباختم. حسابی عصبانی میشدم و قبل از اینکه از ساندرو بخوام دوباره بازی کنیم دسته بازی رو یه طرف پرت میکردم. بعد دوباره میباختم. نمیتونستم بهانه بیارم که مربی تیم اون بهتر از منه. مربی من پپ گواردیولا بود، مربی تیم اونم همینطور. حداقل در این یک مورد برابر بودیم. یه روز تصمیم گرفتیم که بدزدیمش، خودش رو. 25 آگوست 2010 بود. با میلان برای مسابقات پیش فصل خوان گمپر توی نیوکمپ بودیم. فکر کردیم آدم ربایی رو آخر مسابقه ها انجام بدیم برای جلوگیری از بروز هر مشکلی. بعد از بازگشت به میلان باید با اره 2 قسمت مساوی تقسیمش میکردیم که البته اصلا ایده خوبی نبود. طفلکی حتما کلی اذیت میشد. اونطوری که مشخص شد نقشه آدم ربایی قبل از ما به ذهن گواردیولا رسیده بود. اون شب توی نیوکمپ منو از دوستان و همتیمی هم دور کرد. به گذشته که نگاه میکنم شاید اونها اونقدرها که فکر میکردم به من نزدیک نبودن. بگذریم بریم سراغ بقیه داستان. پایان بازی همه دنبال زلاتان ابراهیموویچ بودن، دیوانه‌ای که مثل بمب ساعتی بود و توسط مدیر برنامه‌هاش حسابی کوک میشد. مینو رایولای افسانه‌ای. سوئدی با باشگاه بارسا به مشکل خورده بود. داشت می اومد میلان. چند نفر از همتیمی ها دنبالش بودن. سعی کردن اون رو ترغیب کنن که به میلان بیاد، در حالی که دوستانش توی بارسلونا سعی داشتند دقیقاً برعکس عمل کنن. بعد نوبت خبرنگارها شد که دنبال حرف کشیدن ازش بودن که زیادم طول نکشید. گفت دوست دارم توی سنسیرو و تیم رونالدینیو بازی کنم. اینجا مربی حتی با من حرف هم نمیزنه. توی 6 ماه گذشته 2 بار با من صحبت کرده. گواردیولا حرفاش رو برای من نگه داشته بود. از شلوغی اطراف ایبرا استفاده کرد و من رو به دفترش برد. به محض اینکه از رختکن بیرون اومدم متوجه شدم یکی از دوستان دوران کودکی و مشاوران مورد اعتمادش منتظرم نشسته اونجا. مأموریت اون شب تبدیلش کرده بود به یه جاسوس با دمپایی لاانگشتی. اما مانوئل استیارته در گذشته بهترین واترپولو باز دوران بوده. دومین مردی در تاریخ که توانایی روی آب رفتن رو داشته. البته اولیش حتما مسیح، اما این لقب استیارته است. آندره با من بیا، مربی میخواد تو رو ببینه. بدون کلاه شنا نشناختمش، اما با نگاه دوباره بوی کلور رو حس کردم و شناختمش.
باشه بزن بریم. نیازی نبود دوباره از من بخواد. بلافاصله دنبالش راه افتادم. اتاق چیدمان ملایمی داشت و آرامش بخش بود. زیر لب گفتم خب یه شروع خوب، خدا را شکر. حسادت برانگیزترین مربی جهان صدای من رو نشنید. طرز صحبت کردنش شواهد زیادی به من داره. با زبان ایتالیایی فصیح شروع کرد. راحت باش آندره. چیزی که توی اون اتاق به اندازه کسی که احضارم کرده بود باعث آشفتگیم نمیشد. گواردیولا روی صندلی راحتی نشسته بود. شروع کرد در مورد بارسلونا صحبت کردن. این که یه دنیای دیگه است، یه ماشین بی‌نقص که خودش مخترع خودشه. پیرهن سفید پوشیده بود و شلوار تیره که همرنگ کراواتش بود. افراطی مرتب بود، درست مثل حرف زدنش. ممنون که قبول کردی با من ملاقات کنی. ممنون که من رو دعوت کردین. میشه گفت که اهل مقدمه چینی نیست. بعد از چند دقیقه یه راست میره سر اصل مطلب. به عنوان بازیکن وظیفش اداره بازی بود و به عنوان مربی فهمید و یاد گرفت که همیشه با سبک بی عیب و نقصی حمله کنه. ما همین حالا هم خیلی قدرتمندیم. واقعا نمیتونیم بهتر از این باشیم، ولی تو میتونی به قدرت ما اضافه کنی. دنبال بازیکن خط میانی هستیم که یه مکمل برای ژاوی، اینیستا و بوسکتس باشه و اون بازیکن تویی. تو تمام قابلیت‌های بازی توی بارسلونا رو داری و دقیق‌تر بگم بازیکنی توی کلاس جهانی هستی. توی اون نیم ساعت ساکت بودم و گذاشتم حرف بزنه. گوش میکردم و حداکثر سرم رو تکون میدادم. تحت تأثیر اون احضار ناگهانی بودم و عکس العمل هام کند شده بود. بیشتر منگ بودم تا هیجان زده. از اون موقعیت یکه خورده بودم، ولی از نوع مثبتش. میدونی چیه آندره؟ ما این حرکت رو انجام دادیم چون اینجا اینطور کار میکنیم. وقت تلف نمیکنیم. همین حالا میخوایم تو رو بخریم. با میلان هم قبلا صحبت کردیم. اونا گفتن نه، ولی ناامید نمیشیم. ما بارسلونا هستیم. عادت داریم تا جواب نه بشنویم. ولی در نهایت همیشه همه چیز به نفعمون تغییر میکنه. دوباره با میلان صحبت میکنیم. همین حالا هم با اونها در حال مذاکره ایم. تا اون زمان هیچ کس چنین چیزی به من نگفته بود. بدون اینکه حتی بدونم موضوع اصلی مذاکراتی در بازار لوکس فروش بودم. اگر به اینجا بیای وارد مکان منحصر به فردی میشی. لاماسیا، اکادمی جوانان ما مایه غرور و مسرتمونه. چیزی مثل اون در هیچ باشگاه دیگه‌ای وجود نداره. لاماسیا مثل یه ساعت کار میکنه. هر سال بازیکنایی از اونجا میان که آماده پوشیدن پیراهن ما هستن. قهرمانای ما خونگی‌ان. سوای تو همین. کاری که ما میکنیم شگفت انگیزه، در عین حال سخت و دشوار. گاهی اوقات برنده شدن باعث تحلیل رفتن میشه. هرگز انتظارش رو نداشتم. شاید زیادی پلی استیشن بازی کرده بودم و حسابی توش غرق بودم. به دنیای موازی با تمام چیزهایی که دوست دارم. حالا توی دستای جادویی عروسک گردان بودم. باید بیای اینجا آندره. همیشه بازی تو رو دوست داشتم. میخوام مربیت باشم. یه دفعه یاد ساندرو افتادم. اگر بهش میگفتم از حسودی دق میکرد. داشتم اون نصفه گواردیولایی که مال اون بود رو مال خودم میکردم. ازش میگرفتم. با وجود اینکه میلان به ما جواب منفی داده، ولی ناامید نمیشیم. ببینیم چی پیش میاد. بیش از رئال به سمت بارسلونا کشیده میشدم. اون زمان بهترین تیم جهان بودن. بیشتر از این چی میخواید؟ شیوه خاص فوتبالشون سالها بود که دیده نشده بود. تمام پاسای کوتاه سرزرب و مالکیت توپ دیوانه کننده. فلسفه اونا ساده بود. توپ برای ماست و ما میخوایم اون رو نگه داریم. آمیخته با یه درک درونی و حرکاتی چنان تأثیرگذار که به نظر میرسید توسط خود خدا هدایت میشه. یه رولکس با باتری سواچ، ناب و بسیار با دوام. گواردیولا گفت خیلی زود دوباره صحبت میکنیم. سفر امنی توی بازگشت به میلان داشته باشی. امیدوارم اونجا زیاد نمونی. بازم ممنونم. گفتگوی جالبی بود. وقتی دفترش رو ترک می‌کردم گیج بودم. آخرین نفری بودم که سوار اتوبوس میلان شدم، ولی کسی متوجه نشد.
دماغ‌هاشون رو به پنجره چسبونده بودن و به اتفاقایی که بیرون رخ میداد نگاه میکردن. هم کنجکاو بودن، هم شگفت زده. ایبرا رو نگاه میکردن که روی طناب سیرک راه میرفت. یه طرف بارسا و آتشی که رو به خاموشی بود و طرف دیگه میلان و جرقه‌ای که شعله ور میشد. من و ایبرا در دو جهت مخالف توی حرکت بودیم. تمام دنیا از وضعیت اون خبر داشت، اما هیچ کس، هیچ چیزی در مورد من نمیدونست. اگر اون گفتگوهای ابتدایی به بیرون درز میکرد، یه آتیشبازی حسابی راه میافتاد و من جزئی از باشگاهی بسیار بزرگ میشدم و رو در رو با چالشی جدید که البته این شرایط رو خیلی دوست داشتم. مذاکرات برای مدتی ادامه پیدا کرد. در نهایت میلان راه نداد. اونها هنوز فکر میکردن که من به میلان مایلم، پس نگه هم داشتن، حتی بدون اینکه درگیر مذاکرات جدی بشن. چند کلمه، یه گفتگوی کوتاه، یه کمی کشمکش، ولی هیچ اتفاق جالب توجهی رخ نداد. خودم رو خوشبخت احساس می‌کردم که قرار زیر دست گواردیولا کار کنم، چرا که تأثیر خوبی روی بازیکن‌ها داشت. اونها رو میساخت، شکل میداد، هدایت می‌کرد، گوشمالی میداد و تربیت می‌کرد. پپ بازیکن‌ها رو میساخت و به مکانی بالاتر می‌برد، جایی فراتر از فوتبال. ایبرا فکر میکرد با مسخره کردن جوزف و اسم آقای فیلسوف روی گواردیولا گذاشتن داره بهش بی احترامی میکنه، اما وقتی در موردش فکر میکنید میبینید که یک ستایش بی‌نظیر بود. فیلسوف بودن یعنی فکر کردن، به دنبال خردمندی بودن و اخلاقی که شما رو توی اون چیزی که انجام میدید هدایت میکنه. یعنی معنا بخشیدن به چیزها، پیدا کردن راه خودت توی دنیا، باور به این که ته ماجرا خوبی به بدی چیره میشه، حتی اگر سختی ها و زجرهایی توی این مسیر باشن. گواردیولا تمام اینا رو یاد گرفته بود و وارد فوتبال کرد. یه علم جدید، با آزار دادن خودش راه رو باز کرده بود، اون هم به وسیله یک کار سخت و نه فقط فکر کردن. چیزهایی که به دست آورده بود معجزه نبود، بلکه برنامه‌ریزی تدریجی بازیکنانش بود. سبکش مثل پودینگ مال خود کاتالاناست، گوارا و زود هضم. فوتبالش یه رؤیای مجازی ترکیب شده با زندگی واقعیه، شنا بین ساحل تخیل و واقعیت و همراه استیارته در کنارش. به عبارت دیگه در مورد فوتبال پلی استیشن حرف می‌زنه. گواردیولا توی یک گوشه پلی استیشن زندگی میکنه، در قسمت بی استفاده ای از هارد درایو. اونجا اتاقی مخفی و پر از سایه است که من هم 9 جولای 2006 روز فینال جام جهانی همونجا بودم. مکان عجیبیه که فقط عده کمی از مردم به اون راه پیدا میکنن، اون هم فقط شانسی. در مورد من سریع بود و فراموش نشدنی. درک کردن اون از بازگو کردنش سخت‌تره. موقعیتی که کاملا شما رو در بر میگیره. حس یه زندانی رو دارید اما در آسایش کامل. یه لحظه در حال خفه شدن هستید و لحظه بعد در هوای کوهستان تنفس میکنید. چشمها رو میبندید و همه چیز رو میبینید. بعد اونها رو باز میکنید و رنگها از بین میرن و دوباره در حالت متفاوتی شکل میگیرن. تصاویر شکل خودشون رو از دست میدن و ذهنتون یه طرف دیگه پرواز میکنه. یه بالون بادی بزرگ که با هزاران فکر پر شده، افکاری که هر کدوم به شکل خطرناکی سنگینن. به راحتی توانایی طی کردن چند کیلومتر رو دارم. توی این فواصل کوتاه هستن که آزار میبینم. اونها توان فکری شما رو مورد آزمایش قرار میدن، نه سرعتتون رو. برای نیل آرمسترانگ راه رفتن روی سطح ماه بود و برای من چمن سبز المپیک اشتادیان.
درباره فینال جام جهانی مقابل آلمان که فکر میکنم توی اون روز لحظه‌ای وجود داره که متعلق به منه. زمانی که مارشلو لیپی مربی ایتالیا بعد از پایان 120 دقیقه به سراغم اومد. زنگ‌ها توی سرم نواخته شد. شخصا ترجیح میدادم که صداشون بلندتر باشه، ولی همه ناقوس‌ها توان این رو نداشتن که از ورود 2 کلمه مربی بزرگ به گوشم جلوگیری کنن. تو اولی هر دوی ما میدونستیم معنی این حرف چیه. اولین پنالتی زن، اولین نفر توی اون نقطه، آغاز کننده شکنجه‌ای در بزرگترین و باور نکردنی ترین مسابقه‌ای که یک بازیکن میتونه توی اون بازی یا حتی تصور بازی رو داشته باشه، که لزوما خبر خوبی نیست. به این معنا که اونها فکر میکنن شما بهترینید، اما به این معنی هم هست که اگر خراب کنید در صدر لیست آشغال کله ها قرار میگیرید. سمت راست میزنم، نه چپ، چون نقطه ضعف دروازه‌بان اونجاست. نه، میزنم به گوشهای بالا. امکان نداره بتونه توپ رو اونجا بگیره. ولی چی میشه اگه اشتباه کنم و توپ رو به سمت سکوها بفرستم؟ افکارم توی تمام ورزشگاه پرواز میکرد. نمیدونستم چی کار باید بکنم، اما این همه بدبختی هم نبود. وقتی یک بازی به پنالتی میکشه و مشخص میشه که یک مرد در مقابل میلیون ها نفر و دروازه‌بانی که سعی در نجات یک ملت داره قرار میگیره، گروهی هم مراسم رو در میانه میدان برپا میکنن که شما رو به سمت سرنوشتتون راهی کنن. اونها با چشمهاشون شما رو که طرف قربانگاه خودتون میرید دنبال میکنن. هر دو تیم در دایره میانه جمع میشن و بازیکنی که نوبتش میشه سمت نقطه پنالتی حرکت میکنه. این تجربه که آرزوی اون رو برای هیچ کسی ندارم. فاصله به سختی 50 متر میشه، ولی سفر وحشتناکیه. درست از میان قلب تمام ترس هایی که دارید. مثل مرد مرده‌ای که آخرین مایل سبز خودش رو با قدم هایی که به زمین کشیده میشن طی میکنه. در مورد این مایل سبز بهتون بگم، اصطلاحیه که به آخرین قدم‌های زندانی اعدامی میگن که برگرفته از کتاب استیفن کینگ و فیلم فرانک درابونته. بلند شدم. تا طرف نقطه پنالتی میخواستم حرکت کنم. نوبتم بود. غریزی عمل کردم. درست میزنم وسط. سعی میکنم کمی از زمین ارتفاع داشته باشه. بارتز حتما شیرجه میزنه و امکان نداره که بتونه توپ رو بگیره، حتی با پاش. اون لحظه یه شکنجه است. بورانی از عذاب، طوفانی درون و بیرون شما رو در بر میگیره. سفر از دایره میانه میدان تا نقطه پنالتی مملو از احساسه. ترجیح میدادم آهسته قدم بردارم، توی یک جور حالت نیمه هوشیار. نمیخواستم چیزی رو از دست بدم، میخواستم از تمام اون لحظه ها استفاده کنم. قسم خوردم که هرگز اون سفر کوتاه رو فراموش نکنم. سفری که ورای همه چیز بود، سفری که ثانیه ها رو به ساعت و هر قدم رو به داستانی دراماتیک تبدیل میکرد. ولی موفق نشدم. اتفاقات خوبی بر من گذشت و تنها چیزهایی که توی ذهنم باقی موندن چند تصویر تک و تنها هستن. از زمین چمن شروع کردم، انگار که مثل هیچ کدوم از زمینهای دیگه‌ای که توی اونها بازی کردم نیست. اسم بچه‌هام رو روی کفش هام حک کرده بودم. شاید به همین دلیل بود که آهسته قدم برمی داشتم. نمیخواستم آسیبی بهشون برسه. درست در پایان سفر سرم رو بلند کردم تا به نقطه‌ای نامعلوم در افق خیره بشم. به جای دیدن بارتز حواسم پرت عکاسایی میشه که پشت دروازه جمع شدن و فلاش میزنن. امیدوارم با اون فلاش ها دیدم رو خراب نکنن. خدا کنه زیاد حواسم پرت نشه. توی محوطه جریمه ایستادم. نفسم توی سینه حبسه. توپ رو برداشتم. انقدر سنگین بود که احساس کردم منو زمین میزنه.
سعی کردم به چشمهای بوفون نگاه کنم. یه تکون سر، اشاره، یه نصیحت کوچیک، هر چیزی برام کافی بود. اما جیجی به اندازه کافی مشکل برای نگرانی داشت و وقتی برای من اصلاً نبود. در آغوش گرفتن و بوسیدن توپ کاری بود که باید انجام میدادم. بعد چشم به آسمان دوختم و تقاضای کمک کردم، چون اگر خدا وجود داشته باشه امکان نداره که طرفدار فرانسه باشه. یه نفس بلند و عمیق کشیدم. نفس من بود و صدای تشویق یک پارچه یه استادیوم آدم. اما میتونست نفس یه کارگر ساده باشه که جون میکنه تا خرج خودش رو به سر ماه برسونه، یا یه تاجر ثروتمند عوضی، یه معلم، یه دانش آموز، ایتالیایی های دور از وطن که هرگز در طول رقابت ها ما رو تنها نگذاشتن، یه مادر بیوه، یه خیابون خواب. توی اون لحظه نفس من نفس تمام ایتالیا بود. باور نمی کنید، ولی درست توی اون لحظه بود که درک کردم ایتالیایی بودن چقدر فوق‌العاده است. یه امتیاز گرانبها. هرگز چنین درکی از سخنرانی‌های پوشالی سیاستمداران نکرده بودم. اونها نمیدونن که در مورد چی صحبت میکنن و من هرگز چنین حسی رو از مطالعه یک کتاب تاریخ مدرسه تجربه نکرده بودم. احتمالاً به این خاطر که همیشه اونها رو بسته نگه می داشتم تا خاک روشون بلند نشه. هرگز فکرش رو هم نمی کردم که اون لحظه قبل از زدن پنالتی آنچنان ذهن منو باز میکنه و درکم رو عمیق تره. من کار کردن داخلی موتور ماشین رو دیدم که معیوب بود و پرنقص، قدیمی بود و کهنه، ولی با این حال همچنان بی همتا. ایتالیا کشوریه که به همین خاطر عاشقشم. پنالتیم وارد دروازه شد. حتی اگر اون رو از دست میدادم، درسی که آموخته بودم رو فراموش نمی کردم و احتمالاً با توجه به نتیجه مأیوس کننده تقویت هم شده بود. فوق‌العاده است که بدونید حس مشترکی که توی اون لحظه با میلیون ها نفر دارید در یک زمان و به یک دلیل. اون لحظه یک ثانیه قبل از اینه که توپ به توپ بچسبه. اون پنالتی من رو توصیف میکنه. طبق معمول هیچ کس باور نمیکنه، اما درون خودم بیشتر پیرلویی هستم که توی جام جهانی 2006 توپ رو به وسط دروازه فرستاد تا پیرلویی که در نیمه نهایی یورو 2012 به انگلستان چیپ زد. حتی اگر در هر دو مورد انگیزه یک چیز بوده باشه، انتخاب بهترین گزینه برای حداقل کردن میزان اشتباه. باید بگم که اعدای فرانچسکو توتی رو در نیاوردم. توی یورو 2000 مقابل هلند قبل از اینکه برای زدن پنالتی بره به لویجی دیباجیو و پاولو مالدینی گفته بود که میخواد به وندرسار چیپ بزنه. من تصمیم خودم رو درست در آخرین لحظه گرفتم، آخرین ثانیه، وقتی جو هارت دروازه‌بان انگلیس رو دیدم که زودتر حرکت میکنه. هنگامی که شروع به دویدن کردم هنوز تصمیم نگرفته بودم که چی کار میخوام بکنم. بعد او حرکت کرد و من تصمیمم رو گرفتم. تمامش فل بداهه بود، نه با قصد قبلی. تنها راهی که میتونستم شانسم رو به 100% برسونم. هیچ نمایش و خودنمایی در کار نبود. سبک من این گونه نیست. صحبت‌های زیادی در مورد معنای پنهان اون حرکت شد. یک میل پنهان به انتقام، چیزی که من بارها و بارها در تمرینات بین مسابقه ها انجام دادم. خب ما در تمام طول اون مسابقات به ندرت تمرین کردیم. سفر بین دو کشور میزبان، لهستان و اوکراین، تمام وقت و انرژی ما رو میگرفت. به هر حال شما واقعا میتونید چیزی مثل اون رو از قبل برنامه ریزی کنید؟ اگر میتونید یا پیشگو هستید یا احمق و یا فرانچسکو توتی. هیچ کس نمیدونست که میخوام ضربه رو به اون شکل بزنم، چون خودم هم نمیدونستم. متوجه هم که این توضیحات عده‌ای رو ناراحت و عده‌ای رو دروغگو میکنه، اما حقیقت اینجاست که همه چیز اون شکلی که نشون میده رمانتیک نیست. تماما حساب و کتاب خالص بود که باعث شد توپ رو چیپ بزنم. توی اون لحظه خاص
کم خطرترین کار ممکن بود، سریعترین و موثرترین گزینه. از دید بسیاری از مردم این بهترین روش برای غلبه بر حریفی بود که از شما جلو افتاده، راهی زیبا برای تبدیل شکست به پیروزی، تبدیل حذف از مسابقات به صعود به نیمه نهایی. اما تمام اون در مدت زمان کوتاهی اتفاق افتاد، یا حداقل برای من اینطور بود. همتیمی ها میگفتن که توی اون لحظه شگفت زده بودن و تمام بدنشون یخ کرده بود. اول به من تبریک گفتن، بعد بلافاصله سوالی که توی سرشون بود رو پرسیدن: تو دیوونه یاندرا؟ اونها متحیر بودن، ولی من نه. میدونستم که چرا این کار رو کرده بودم و برای چند نفر از مردم.